سلام بچه، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل نینجا 444. بچه این اولین ویدیو از کال آف دیوتی که من دارم میذارم. بچه تو این قسمت خب اومدیم آموزش فست اسکوپ بهتون یاد بدیم. چند نوع مختلف داره. اگه بخواید با اسکوپ فست اسکوپ بگیری، یا اگه مثلا نگاه کنی اینجا فست اسکوپ بعضیا میزنن، ولی خب من کلا با یه فرق میزنم. من دکمه تیر هست اینجا که دارم فشار میدم، اینو یه زن نگه میدارم بعد اینو میزنم. خب میگم دیگه فرق داره. میزنی اتچمنت رو عوض کنه. بعد بچه اگه میخواین چون با اسکوپ بزنین، مثلا میخواین فست اسکوپ با نگه داشتن اسکوپ بزنی، میاین تو بیسیک، میاین پایین اینجا داریم پیدا کنم اسکوپ زومو. آها این ADS هست. خب ببینید این تپ تو ADS کارش اینه که یه لحظه معذرت میخوام، اینو نگه دارین اینو بزنی خودش میره تو اسکوپ. ولی اگه این تپ تو ADS رو چون فعال کنید، یه لحظه میریم پایین، خب اینجا بزن حالت تپ اند هولد تو ADS، اینو باید نگه داری. نگاه من یه بار میزنم اتفاق، اینو باید نگه داری که این برای فست اسکوپه دیگه. حالا هر جا شما بخواید حساب کنید، مثلا نگاه کنید مثلا 4 انگشتی پلی نیدم، ولی خب اینو یه زن نگه میداری اینجا بزن. این یه نوع فست اسکوپه. خب گفتم چند نوع فست اسکوپ مختلف داریم، ولی بستگی داره کیا چطوری بزنه. الان اینجا بذار من اسکوپو بیارم پایین. خب اینجا من خودم گفتم که اینو نگه میدارم بعد اینو بالا میزنم. نگاه کنه این شکلی. گفتم چند نوع مختلف داره، حالا من دارم این تکرارم میکنم. نگاه کنه من زیاد تسلط ندارم روش، ولی خب بچه بعد آموزش مختلف هم قراره براتون بذاریم، مثل فست اسپان یا چی بهتون بگم، تریک شات یا هیپ فایر. مثلا نگاه کنی این بعد حداقل از بغل کمرش باشه. کنید مثلا بالا با موومنت و اینا بخوای بزنی بعد تعریف مثلا تکون بخوره، ولی خب اینا بات هم نمیتونی زیاد روشون. بچه یکی از بهترین گانای تو بازی HDR، یکی از بهترین، شاید مثلا برای خیلیتون بد باشه، اونه که دانلود نزنه خوش به حالشونه واقعا. چون توی HDR خب مثلا یه بار من هیپ فایر زدم وان شات نشد. خب این کلا وان شاته. بعد برای فست اسکوپ هم یکی از بهترین اسنایپ هست. کنی هر طرف بزنه میخوره. ببینیم حالا هیپ هم میخوره بهش. خودم مثلا دوئل میرم، مثلا یه جا دیگه میبینم کم میارم با HDR میزنم، چون واقعا یکی بهترین اسنایپ هست بچه. میبینی اصلا من بغل ایستادم خورد بهش. بچه اینم از آموزش بود. خب تو اگه فست اسکوپ بهتر میخوانی یا اگه آموزش کم بود، میتونین بهم توی کامنت ها بگین که مثلا بهترشو براتون بذارم. من تا اونجا که میدونستم بهتون گفتم یا با اسکوپ اینو نگه میدارین، خب بعد تپ تو اند ADS تایم اونو باید فعال کن که نگاه کنه اینو یه بار میزنی نره تو اسکوپ، مثلا اونو 4 انگشتی پله میده، اینو نگه میدارم بعد اینو میزنه. نگاه کنه ولی من خودم گفتم با این میزنه. نگاه کنه کدومو نگه میداره دیگه، با اسکوپ رو نگه نمیده، این دکمه تیر رو میزنه. اینم از این آموزشی که
آموزش که حالا خودم گذاشتم، ولی خب بعد هرچی هم خواستیم براتون میذارم. مثلا آموزش های مثل تریک شات یا مثلا تخصصی تر تیفایر. من الان تیرام نمیخوره، بذارم نتم خرابه. ولی خب برها بچه آموزش 117 متریک هم شاید براتون گذاشت که 1 سال تایم داره و میتونید بگیرینش تو 1 سال. بچه این بود این آموزش و خدا نگهدار. تا ویدیو دیگه با نینجا 444.